تو همین مسیر ادامه بدیم. منم آقا خالصانه خدمتتون هستم، ازتون حمایت میکنم تا زمانی که با خلوص حرکت میکنیم. بنده نه پیمانکار دارم، نه برادر دارم توی این مجموعه، نه باند دارم، نه گروه دارم، نه چپم، نه راستم، مطلقا کاملا مستقل، فقط کار. هر کسی کار کرد ما دستبوسشیم و مخلصشیم. اصلا این که بگیم آقا من شهردارم باید کارگر بیا ترجیم بکنه، باید جا نه خیر آقا من عوض کنم شما میکنم. پاسخ شما و احترام شما نسبت به من فقط کار کنید. کار کنید، اصلا جواب سلام منو هم ندید آقا من ناراحت نمیشم. به شدت بدم از تملق میاد، به شدت. یعنی کسی کار نکنه بیاد تملق کنه. شاید فرورش نشکنم تو اون مقطع، ولی بدونه که سرنوشت خوبی نخواهد داشت آقا. کسانی برای من ارزشمندن که تو سرما تو گرما دارن کار میکنن. هر کدوم از شما دل مردم را شاد کنه به ما احترام گذاشته. بیروی هیچی نداره وابستگی به جنوب و باند و سفارش. این نکته هم بگم خدمت شما، هر کدوم از شما بیشتر مورد سفارش دوستان و یا آقایونی و یا بزرگانی قرار بگم، مطمئن باشن شدهشون بدتر بیشه پیشون آقا. یعنی مطمئن باشید شاید تو لحظه عکس العملی نشون ندید، ولی به عنوان یک ذهنیت منفی برای بنده باید بدونید که عواقب خوبی برای شما نخواهد داشت. الحمدلله تا الان نداشتیم. یعنی این رو که میگم خدمت شما جهت گوش بده آیه، فقط باب تذکر میگم خدمت شما. بنابراین یک بار دیگه تشکر میکنم، مخلص شما هستیم. اما لازم است دوستانی که در بخش اداری کار میکنن واقعا بیان کمک کنن. آقا منم مثل شما لباس کار میپوشم، بعد از اون بیان کمک کنیم. فصل خوبیه، هوا خنک هستش، هیچ هم اشکال نداره. یقین بدونی که مثلا تو شهرسازی پشت میز نشسته، اونی که توی امور اداری پشت میز نشسته، اونی که تو امور اداری پشت میز نشسته، عیب و عار نیست که بیا در کنار کارگری که توی فضای سبز داره کارگری میکنه، کارگر خدماتی که داره شهر رو تمیز میکنه، کارگر آسفالتی که داره آسفالت میکنه، بیاد یه 2 ساعت هم کاری کنه. من دلم نمیاد دست بدم تو اضافه کار. ببین شما، من تو بنده 2 میلیون تا 3 میلیون تومان حقوق میگرفتم. وقتی نگاه میکنم افرادی مثل ارزم با حضور شما همانند من که تو این مجموعه کار میکنه حقوقش 500 تومنه، 600 تومنه، 700 تومنه. ببین اینها دیگه خیلی سخته ما دست ببریم تو اینها. اگر هم نبریم با مشکل دیگه مواجه میشیم. یعنی ما باید یا کارها را به دست خودمون انجام بدیم مثل همین الان، یا بخش خصوصی را بیاریم. ما که نمیتونیم کار نکنیم برای مردم که نمیپذیرن ما وضعیت مالیمون بده. باید تلاش کنیم. عزیزان در شورا پیگیری میکنن، بنده هم میرم دنبال درآمدزایی که بتونیم از طریق در واقع واگذاری کاری انجام بدیم. اما یک بخشی از کارها را باید خودمون انجام بدیم. عرضم با حضور شما اضافه کارمون هم در قبالش بگیریم، مازاد برونم بگیریم. اما حتما با همین کارهایی که امروزه همکاران شما، دوستان شما در بحث خدمات، در بحث عمران دارن انجام میدن و رضایتمندی ایجاد میشه، ما همینطور در کنارشون باشیم، تشویقشون کنیم. هیچ اشکال نداره آقا. اگر کسی عیب و عارش هم میشه، مثلا من عارم میشه که با این کت شلوار یه پفکی بلند کنم، اشکال نداره آقا. دستام بذارم تو جیبم، کنار او کارگر قدم بزنم، دلگرمش کنم، همراهش باشم. هر کس نمیتونه براش خجالتی میاره، نمیدونن عیب و عار هست، حتما ما رو همراهی بکنه، کار هم نکنه آقا، قدم بزنه کنار من. ولی من دارم اینو خدمت شما میگم، من بعد عین اون کارگری که داره نظافت میکنه، داره کار عمرانی میکنه، بیل میگم دستون کار میکنم، راهی جزی نداریم آقا، عیب و عار هم نیست. انتظار دارم با خودتون برید بررسی کنید، فکر کنید. هر کسی نمیتونه، البته یه تعدادی از دوستان قطعا نیومدن و شاید حالا با تأخیر بیان، برید بررسی کنید. هر کسی با روحیاتش اینطور تفکر سازگار به من بگه آقا ما مخلصش هم هستیم، هیچ اشکال نداره. فقط ما رو با خبر بکنید تا ما هماهنگ حرکت کنیم، چون ما میخوایم کسانی که موافقن به این شکل همراهی کنن برنامه داشته باشیم. یعنی بگیم آقای فلاحی من بعد با این گروه فلان قسمت تمیز کنه از شب بعد از ظهر در حد 2-3 ساعت، آقای یابری با فلان گروه باشه، منم خودم آقا با یه گروه همراهی میکنم، کار میکنم، لباس من در میارم، کار میکنیم. راهی جزئی نداریم، ثواب هست، انتظار دارن مردم. پولی که ماها میگیریم اشکال نداره، 1 ریال هم باشه اگر با برکت باشه آقا شما محتاج نخواهید شد. اگر میلیاردی هم بگیرید بی برکت باشه و حق و حقوق مردم باشه، باید تو